پای زنوزنی 2 نفر در یک آشخانه واقع در بازار میوه و سبزیجات سفیسکایا بازا در شهر سانت پتربورگ روسیه 22 مهاجر را دستگیر کرده به شبهه‌های پلیس نویای فرونزه بردند. شام 14 نوامبر یک مرد به پلیس زنگ زده خبر داده است که در حدود سفیسکایا بازا واقع در کوچه سفیسکایا رقم 91 یگان 20 مهاجر زن و زنی دارند. وقتی کارمندان پلیس به جای حادثه آمدند معلوم شد که در آشخانه یک جوان تاجیک با یک ازبک زن و زنی کرده است. با این وجود پلیس 22 نفر را به شعبه پلیس برده 8 نفر آنها را بازداشت کرده است. از آن 7 نفرش شهروندان ازبکستان سن سالشان از 22 تا 60 بوده. نسبت به این 7 نفر با اتهام ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه پروتکل ماموری ترتیب دادند. به آنها اکنون جریمه به مبلغ از 5 تا 7 هزار روبل و احتمال اخراج از روسیه با منع ورود به این کشور تهدید میکند. نفر هشتم دستگیر شده یک جوان 28 ساله زاده تاجیکستان با شهروندی روسیه بوده است. به او برای لطوکوب شهروند ازبکستان تا 15 شبانه روز حبس ماموری و یا کارهای جمعیتی تهدید میکند. سفیسکایا بازا یکی از بزرگترین بازارهای فروش عمده میوه و سبزیجات و خشک میوه در سانت پتربورگ به حساب میرود. صدها نفر از تاجیکستان و ازبکستان در آنجا کار میکنند. یک بخش آنها در اینجا به تجارت مشغولند، گروه دیگر به روبوچین و بارکشی و بقیه در ساحه خدمت رسانی بحث تاکسیرانی، آشپز و غیره. مهاجران تاجیک خبر دادند که روز 15 نوامبر در پی زنوزنی اخیر کارمندان پلیس در داخل سفیسکایا بازا میگشتند و اسناد مهاجران را تفتیش میکردند.